درود خدمت دوستان نازنین، رفقای جان، همراهان گرامی. مرسی که این وقت شب ساعتتون رو، تایمتون رو، زندگیتون رو به بنده حقیر اختصاص دادین. باور کنید که من هم بسیار خستم. کمردرد شدید، گرفتگی سیاتیک و داستان از این دست دارم، اما با عشق امشب در خدمتتونم. امشب یه مقداری لایو جدی‌تر از همیشه داریم، یه مقدار متفاوت‌تر. مباحثی که مطرح می‌کنیم مباحثیه که خب شاید کمی علی فخر نازنین درود، مباحثی که شاید یه ذره پیچیدگی‌های بیشتری داره، در شرایط پیچیده‌ای هستیم. حقیقت امر اینه که توی این تایم دوست نداشتم لایو برم. ترجیح هم این بود که ما از آخرین لایو هایی که داشتیم و مجموعه لایو هایی که داشتیم، سویل جان سلام ارادت از شیراز، ما بعد از اون لایو ها من سکوت کنم و حرفی نزنم تا این تحلیل هایی که داشتیم به نتیجه برسه و ببینید نتیجه تحلیل ها رو و بعد شروع بکنیم به لایو جدید و تحلیل جدید و اطلاعات جدید. پرهام جان درود به همه دوستان نازنین. ببخشید من بعضی از دوستان تک به تک میبینم و خب عرض ادب میکنم. دکتر همزانی بقیه دوستان عرض میکردم برنامه این بود که لایوی نرم تا زمانی که اون تحلیل ها کاملا بشینن و بعد لایو برم. حالا امکان داشت اون تحلیل ها نشینن، بیایم آقا بگیم آقا اشتباه کردیم، عذرخواهی میکنیم، اگر میشه از میومدیم میگفتیم درست گفتیم، دممون گرم. و خوابم میبره کاش واقعیت اینه که من چون سر کارم تا بیام خونه یه استراحتی بکنم، یه به اصطلاح جمع‌آوری مطالبی بکنم، نمیتونم لایو زودتر از این بزنم. این ساعت شبم یه مقدار لایو به اصطلاح نت بهتره و بهتر میشه لایو رو گذاشت. خدمتتون عرض بکنم که دوستان نازنین چند تا نکته رو دقت بکنید. یک سری اولا از این اطلاعات هم من دلیل اینکه نمیتونستم، یعنی نمیخواستم لایو بیام، واقعیت یه دلیلش اینه که من یه کانال تحلیل دارم که این کانال تحلیل خب دوستان بابتش هزینه میدن و من اونجا به روز اطلاع رسانی ها رو خیلی دقیق انجام میدم. اینجا بیشتر کلیگویی، اونجا جزء به جزء به روزانه هر روز تحلیل ها رو میذاریم. الان یک سری از دیتا هایی که به شما میدم امروز تاریخ میلادی من یه نگاه بکنم ببینم 13 می و اطلاعاتی که من اونجا، یعنی بخش از این اطلاعاتی که به شما میدم اطلاعاتی که من توی 1 می به دوستان دادم و وقتی امروز نگاهشون میکنید میبینید که خب چقدر همین اتفاق افتاده. و یه دلیلم خب احترام به دوستانی هستش که عضو کانال تحلیلن، چون ما اونجا روزانه تحلیل و داستان‌های از این دست رو داریم. اما خب هیچ نیازی به حضور شما تو اون کانال نیست، تبلیغ نمیخوام در موردش بگم، اصلا نیازی نیست. شما همینجا فقط لایو ها رو بنویسید و یادداشت بکنید، بعد بیاین سراغش، میبینید که آقا تمام این داستانا اتفاق افتاده و شاید خیلی هم نیازی به این کانال تحلیل نباشه. تا 1000 نفر که شدیم من چند تا نکته رو بگم. امشب مطالب خیلی مهمی عرض می‌کنیم خدمتتون. لایو به هیچ عنوان سیو نمیشه، شاید اگر امکانش باشه لایو رو ذخیره بکنم اگر بتونم. همسر نازنینم هم ازش عذرخواهی میکنم که تایمش رو تایم با او بودن رو اختصاص دادم به کارم، این ساعت تایم کاری نیست، اما خب ازش عذرخواهی میکنم. الان تو لایو هست. خدمت شما عرض بکنم که این نکته خیلی حائز اهمیت که اطلاعاتی که تو این لایو داده میشه رو گفتم سیو نمیشه، ذخیره نمیشه. اگر بتونیم دانلود بکنم لایو رو، محتوای لایو رو، حتما این رو توی صفحه یوتیوبمون میذاریم، اونجا میتونید دنبال بکنید و خدمت شما عرض بکنم که حالا ازش بهره ببرید. روزهای مهمیه، اخبار مهمیه. از چند بود مهمه؟ ما یه سری اتفاقات رو در لول بازارهای جهانی داریم. خیلی کمک کردی گفتی اگه لازم ندید نفروشید کدش. خدمت شما عرض بکنم که یک سری اتفاقات رو در لول بازارهای جهانی، من با اجازه کامنت ها رو دیگه میبندم چون دوستانی که حالا بعد
دیگه یواش یواش لایو میخوام جدی بکنم، یعنی بریم سراغ مطالب اصلی لایو. ما یه سری اتفاقات رو در لول جهانی بازار داریم، مثل اونس، توافقات بین المللی و یه سری مباحث اینجوری داریم، ارز دیجیتال، طلا، چه اتفاقی براشون میفته و چه داستانهایی در دنیا داریم. این یک بخشی از تحلیل ماست که بحث بازارهای بین المللیه. یک بخشی از تحلیل ها برمیگرده به شرایط داخلی کشورمون و بحث توافق، آیا چقدر میتونیم به توافق برسیم، چقدر نمیتونیم برسیم. با فکت صحبت میکنم، با توضیح صحبت میکنم. طی روزهای گذشته سعی کردم با یه سری پست‌ها یه سری اشارات بکنم. امروز صحبت میکنم در مورد خودرو و ملک هم صحبت خواهم کرد. تیتر برداری کردم، یه سری مباحث رو نوشتم، یه سری مباحث رو باید از روی نوت‌هایی که برداشتم نگاه بکنم. با خاطر اینکه فراموش میکنم از روی مطالب، نمیخوام مطالب شاید لایو طولانی بشه، شاید لایو خسته کننده بشه، اما قطع به یقین اطلاعاتی که بهتون اینجا میدم اطلاعاتیه که بعید میدونم جایی پیدا بکنید، لااقل به راحتی پیدا بکنید و رایگان. و یه دلیل این کار هم میکنم و این بار اینقدر لایو کامل رفتم، بخوام همیشه میام خلاصه حرف میزنم. یه عده از دوستان خیلی مود شده تازگی میگن آقا تو کپی کردی از نمیدونم از اساتید دیگه کپی کردی. یه سری مطالب بهتون میگم، اگه پیش کسی دیگه پیدا کردی نسخه‌ش رو، اون وقت بیاین با هم صحبت میکنیم. در اصل این لایو واقعا لایوی بود که میشد به نظر مطالب بشه. بریم سراغ شرایطی که پیش اومده، اتفاقاتی که هست. یه نکته رو بهتون بگم دوستان، ببینید این که من بشینم خیلی راحت به شما بگم آقا داره توافق میشه، توافق داره انجام میشه، خب توافق نشد و از اینجا لایو جدیه. یه خواهشم دارم اگه فکر میکنید لایو برای هر کسی مفیده، دعوتش کنین تو لایو، این لایو رو ببینه، چون واقعا زندگی همه الان خیلی دچار گیر گرفتاری. آره توافق نشد، خب نشده، خبر به مثل که ببینید این سطح از تحلیل کردن به نظر من درپید ترین سطح تحلیله. یه سطح دیگه هم داریم که اصلا یه سری دوستان این بار با توجه به بحث توافقینه اصلا ورود نکردن، یعنی اینقدر دفعات قبل در رابطه با مسائل سیاسی از جمله توافق برجام و سالهای گذشته و اینا تحلیلاشون غلط از آب در اومده، چوب این داستان رو خوردن، اصلا این سری ورود نکردن، مثلا هیچ اظهار نظری راجع به این کارا نکردن. به نظرم کار بدی هم نکردن، چون ریسک خودشون آوردن پایین، لازم به پاسخگویی ندارن، تو لازم به توضیح دارن دورهشون میفروشن، پکیجشون میفروشن، نمیدونم کانالشون رو میفروشن و هر کاری که دیگه میکنن، همشون محترمن. اینم بگم دوره لزوما دوره فروختن چیز بدی نیست به نظر من، قرار ندارم که دوره یا چیزی رو بهتون آموزشی رو بهتون باشه، اما دوره فروختن چیزی بدی نیست به شرطی که یک علمی، یک دانشیتون باشه و رویا فروشی نباشه. حالا این هم در مورد دوستان این کاره که دو نوع تحلیل رو گفتم دارن، اما امشب من میخوام با یه سری فکت بهتون تحلیل بدم، بگم آقا صحبت‌هایی شده در رابطه با توافقی که قرار بین ایران و امریکا اتفاق بیفته. چرا من از روز اول معتقد بر این بودم که این توافق اتفاق نخواهد افتاد و چرا همچنان هم معتقدم که این توافق اتفاق نمیفته؟ ببینید یه زمانی آدم ها میان بنابر باورهای ذهنیشون، بنابر خواستهای قلبیشون، بنابر سرمایه گذاریایی که کردن، میان راجع به یک موضوع صحبت میکنن. این علل قاعده درست نیست. زمانی یک تحلیل میتونه درست باشه که اون تحلیل بر پایه یک سری داده ها و فکت ها باشه. من امروز میخوام در مورد فکت هایی با شما صحبت بکنم که میگم یه بخشیش رو نوت برداری کردم که سرفصل رو یادم نره. من میخوام راجع به با یه سری فکت باهاتون حرف بزنم که طبق این فکت ها به شما بگم که توافق صورت نخواهد گرفت یا احتمالی ضعیفه که بخواد اتفاق بیفته. حالا چرایش رو بهتون میگم. سال 1394 یا سال 2015 قراردادی قطعنامه امضا شد بین ایران و 5 کشور: فرانسه، آلمان، انگلیس،
روسیه و امریکا، 5 به اضافه پلاس 1 ایران. یه توافقی امضا شد به عنوان 2231 که ملقب شد به توافق برجام. طبق این توافق، تو اون تایمی که این توافق امضا شد، این نکته رو بگم، تو اون تایمی که این توافق امضا شد ایران تحت تحریم‌های بین المللی بود که سازمان ملل این تحریم‌ها رو وضع کرده بود. دقت بکنید، سازمان ملل یه سری تحریم وضع کرده بود علیه ایران که تمام کشورهای دنیا موظف بودن به این تحریم‌ها عمل بکنن. از عواقب اون تحریم‌ها بروز افرادی مثل بابک زنجانی و قصه هایی هم از این دست بود و پول‌هایی که رفت و دکل‌های نفتی که گم شد و داستان‌هایی از این قسم. خب در طی سالها مذاکراتی انجام شد که حالا به تاریخچه مذاکرات میپردازیم. از زمان آقای احمدی نژاد مذاکراتی انجام شد توسط آقای جلیلی با خانم اشتون، بعد این مذاکرات ادامه پیدا کرد، رسید به زمان آقای ظریف و در بالاخره در سال 1394 2 سال بعد از ریاست جمهوری آقای روحانی موفق شدن این قرارداد برجام رو امضا بکنن. قرارداد برجام در زمانی امضا شد که دموکرات‌ها توی امریکا سر کار بودن، چه به اصطلاح چپگراها در دنیا سر کار بودن و فعال و همه دنیا دلش می‌خواست به یک صلحی برسه. نفت ایران خیلی مهم بود اون زمان، انرژی ایران مهم بود، خیلی کمپانی‌ها تو ایران بودن، تازه رفته بودن می‌خواستن برگردن و شرایط طوری بود که دنیا دلش می‌خواست که ایران رو در معادلات خودش داشته باشه. قرارداد برجام یا همون 2231 قطعنامه 2231 در اکتبر 2015 امضا میشه. این قرارداد یا این قطعنامه 10 سال، یعنی قرارداد برجام 10 سال طول عمرش بود. قرارداد به این شکل بود که طبق این قرارداد 10 سال تحریم‌های ایران به صورت موقت، تحریم‌های بین المللی ایران به صورت موقت حذف میشن و ایران از تحریم‌های بین المللی خارج میشه. ایران باید تعهداتی رو انجام بده نسبت به دنیا، از جمله این که مثلا غنی‌سازیش کنترل شده باشه، بازرسی آژانس اتمی رو داشته باشه و دنیا هم باید تعهداتی رو نسبت به ایران انجام میداد. غنی‌سازی ایران محدود میشد طبق این قرارداد و آژانس بین المللی هم میومد بررسی میکرد. یک قرارداد صرفاً هسته‌ای و اتمی بود، روی بحث غنی‌سازی ایران تاکید داشت و این قرارداد تحریم‌های ایران رو به صورت موقت حذف می‌کنه. یک بندی در این قرارداد وجود داره که اسمش رو زیاد شنید به عنوان ماشه یا اسنپبک، که هر کدوم از کشورهای 5، نه اون یک ایران بود، 5، یعنی هر کدوم از کشورهای آلمان، فرانسه، روسیه، امریکا و انگلیس، هر کدوم از این 5 کشور میتونن هر زمانی که بخوان طبق صلاح دید خودشون کلید واژه ماشه یا اسنپبک رو اجرایی بکنن، به سازمان ملل اطلاع بدن و تحریم های ایران رو برگردونن سر جاش. البته قرار بر این بود این اتفاق در زمانی بیفته که ایران به تعهدات خودش نسبت به برجام به عمل نکنه و کشور اروپایی هم بتونن ماشه رو اجرایی بکنن. حالا ما الان در شرایطی قرار گرفتیم. اولا طی این سالها امریکا از برجام خارج شد نسبتاً با تحریم کردن ایران به تعهدات خودش نموند، اما ایران مثلا با اروپایی در برجام مونده. البته در برجام به شکلی مونده که ایران هم به تعهدات هسته‌ای خودش پایبند نیست، علالقاعده به خاطر تحریم‌های سختگیرانه‌ای که خب از طرف امریکا وضع شد و در واقع عهدشکنی امریکایی‌ها. اما در صورت الان ما در شرایطی هستیم
که توی حدوداً برج 3 داریم میریم و ما در پایان شهریور ماه و حدوداً اوایل مهر ماه، یعنی در ماه اکتبر، قرارداد برجام به پایان میرسه. قرارداد برجام به پایان برسه یعنی برای همیشه تحریم های سازمان ملل حذف میشن، مگر اینکه سازمان ملل دوباره جلسه بذاره، دوباره کشورهای مثل چین و روسیه وتو نکنن و تحریم های رو نسبت به ایران وضع بکنن که یک پروسه بسیار طولانی و سخته و یک قصه بزرگی داره. حالا در این حین در نظر بگیرید که ایران داره درصد بالایی از غنی‌سازی رو انجام میده. کشورهای اروپایی علل خصوص فرانسه و آلمان که دولت نسبتا راستگرایی هم دارن و خیلی دیگه صلح طلب نیستن، اینها الان در یک شرایطی قرار گرفتن که میگن ما یا باید یک توافق جامع با ایران ببندیم که خیالمون راحت باشه ایران در سالهای آینده هم شدت غنی‌سازی رو افزایش نمیده، یا اینکه باید ماشه یا اسنپ بک رو اجرا بکنیم که تحریم های بین المللی برگرده، اگه لازم شد تصمیم های بین المللی راجع به ایران گرفته بشه و حتی خدای نکرده زبونم رو حمله به نظامی به ایران یا داستانه از این دست. پس ما یک فشار داریم الان از سمت اروپا که اصلا در موردش صحبت نمیشه و خیلی کم مطرح میشه توی اخبار، اما در اخبار بین المللی وجود داره. همین دیروز پریروز فکر میکنم صدر اعظم آلمان صحبت کرد یا نخست وزیرشون صحبت کرده بود راجع به همین موضوع و یک فشار داریم از طرف اروپایی‌ها، چون اروپایی‌ها یک نکته‌ای رو میدونن، اگر برجام تموم بشه تایمش، تحریم ها هست و اینا دیگه هیچ دسترسی به ماشه و استعبک و داستانه از این دست ندارن، یعنی هیچ کنترلی به برنامه هسته ایران دیگه نمیتونن داشته باشن. پس اروپایی‌ها دارن فشار میارن که ما باید یک توافقی با ایران برسیم، به یک جایی با ایران برسیم، ایران یک توافقی انجام بده، یک کاری انجام بده که ما خیالمون از بعد هسته‌ای ایران راحت بشه. از طرف مقابل یه دولتی به نام دولت آقای ترامپ اومده روی کار که به نظر من خیلی عجیب غریب داره با ایران بازی میکنه و خیلی معادلات پیچیده‌ای با ایران داره که در موردش صحبت میکنم. فقط خیلی جالب چند تا نکته رو بگم. دقیقاً در موقعی که قرار نبود، یعنی هیچ کسی هیچ خبری نداد و یهو ترامپ میاد میگه که ما قرار مذاکره بکنیم با ایران، بعد یهو دلار تو ایران میریزه، یهو فشارها میاد پایین، بعد میان تو مذاکرات. دقت بکنین نفر امریکایی پایان هر مذاکره فقط میگه که اوکی مذاکرات خوب بود، دلگرم کننده بود، دوست داشتنی بود، بعد میره بعد چند روز یه گزارشایی اونور داده میشه و عذرخواهی میکنم وی پی ان قطع شد، یا ترامپ یا روبیو یا افرادی از این دست میان یه سری صحبت ها میکنن و خط و نشون هایی برای ایران میکشن. خواهش میکنم دوستانتون و عزیزانتون رو به این دعوت کنید، چون مطالب نیست که جایی پیدا بشه. میان یه سری تهدیدات میکنن. خب من در رابطه با مسائل اقتصادی و ریزش دلار و اتفاقاتی که افتاده امروز به شهر خیلی توی پست ها اومدم خلاصه گفتم، اومدم طعنه‌آمیز گفتم، اما امشب صحبت میکنم، اما میخوام شرایط رو براتون باز بکنم. قطعه به یقین چیزی که امریکا دنبالش اینه که با ایران به یک توافقی یا به یک نقطه‌ای برسه که خیالش برای همیشه از ایران راحت بشه. برای همین امریکا اومده یک پوینت رو گذاشته یا آپشنی رو گذاشته، گفته آقا ایران باید غنی‌سازیش رو کلاً تعطیل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از غنی‌سازی 367 رسیدن به غنی‌سازی 60% مثلا میتونه 1 سال زمان ببره. اما ببخشید من یک لحظه آیفونمون رو جواب بدم. سلام. عروشون خوبی؟ من واقعا ببخشید این کرکره رو زدن آوردن رسوندن. من در پارکینگ رو براتون باز میکنم. خواهش میکنم. نه خواهش میکنم.
شد؟ خانم دکتر باز شد در؟ خانم دکتر میگه که هستم منم اومدم جنوب ندارم میدونم چون خدا مهم نیست نه برای برشون باید میکنم زنم میدونم من خیلی عذر میخوام ازتون ببخشید من دچار مسئله شدم خانم دکتر خیلی عذر میخوام میشه این کیکر برقی رو بزنید من نمیدونم کیکر برقی خانم دکتر من در پارکینگ رو براتون سر کردم بله عالی خب من شدیداً عذرخواهی میکنم ازتون با خاطر اینکه ما یه کرکره داریم که کرکره رو بستن و همسایه‌مون اومده بود پشت در مونده بود خلاصه ببخشید زنگ ما رو زد چند دقیقه رو هم رشته کلام هستم هم لایو منقطع شد ازتون عذرخواهی میکنم خدمتتون این نکته رو عرض میکردم که در هر صورت امریکا هم دنبال اینه که خیالش از بابت ایران راحت بشه و به نقطه‌ای برسه که بدون ایران به سلاح هسته‌ای نمیخواد برسه. قطع به یقین با توجه به صحبتایی که مقام معظم رهبری کردن و خدمتتون عرض بکنم که تعهداتی که ایران داره ایران همچنان قصدی نداره. خب اما باید یادمون باشه دنیا روی خوشی با ما نداره، یعنی ما در دنیا دشمن‌های زیادی داریم که این دشمن‌های ما برای ما نقشه‌های بزرگی دارن. پس این نکته رو در نظر بگیرید که من دارم در مورد نگاه‌های سیاسی صحبت می‌کنم و می‌خوام مسائل رو تحلیل کنم براتون. امریکا یه همچین نگاهی داره، اروپا یه همچین نگاهی داره که آقا ما نمی‌خوایم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه یا غنی‌سازیش درصدش بالا بره، به خلوص بالایی در غنی‌سازی اورانیوم برسه و خدمت شما عرض می‌کنم این نگاه وجود داره. حالا با توجه به این نگاه‌ها بیایم چند تا عامل رو دقت کنیم. امریکا حدود 1 ماه خورده پیش که میاد، یعنی 1 ماه پیش حدوداً 20 فکر می‌کنم فروردین بود حدوداً که میاد اعلام میکنه که ما قرار مذاکرات با ایران داشته باشیم. یه فرصت 2 ماه اعلام میکنه دقیقاً، یعنی زمان رو میاره تا حدود خرداد ماه. دقیقاً اون زمانی که آژانس هسته‌ای، آژانس اتمی توی شورای حکام گزارش قراره بده راجع به ایران و این نکته رو داشته باشیم ما تا زمان به اصطلاح پایان برجام 2 تا شورای حکام داریم، 2 جلسه شورای حکام رو داریم که اصولاً اگر قرار باشه ماشه برای ایران اعلام بشه تو این 2 جلسه باید اعلام بشه و بعد از گزارشی که آقای گروسی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای در مورد ایران میده و امکانش هست که در جلسه اول یعنی در خرداد ماه این به صورت یک تهدید یا یک مثلا پیش قطعنامه اعلام بشه و یک اخطار داده بشه و در شهریور ماه بیان این قضیه رو به قول معروف گفتنی ماشه رو اجرایی بکنن. خب اجرایی شدن ماشه خیلی میگن آقا تأثیری نداره، همین الان که امریکا کلی تحریم داره علیه ایران، اما یادتون باشه همین تحریم ها رو چین دور میزنه، چین بهشون عمل نمیکنه، خیلی کشور بهشون عمل نمیکنه، اما تحریم های سازمان ملل تحریم هایی نیست که به این راحتی بشه ازش گذر کرد و شاید شرایط سختری باشه، در کناری که خب امریکا هم تحریماش رو خواهد داشت و شرایط خیلی پیچیده تر میشه برای ایران. این مسائل رو کنار هم دیگه جمع بکنید، ببینید نگاه چیه.
داستان چیه؟ حالا اینجا تمام نمیشه. پس ما یه ماشه داریم، یک فرصت کوتاه داریم. هر اتفاقی، هر توافقی بخواد با ایران بیفته باید تا نهایتاً به نظر من خرداد ما، اما در خوشبینانه ترین حالت شهری بر ما جمع بشه. حالا بیایم یه سری مسائل دیگه هم با هم دیگه بررسی بکنیم، یه سری اتفاقات دیگه رو با هم دیگه بررسی بکنیم، ببینیم که مذاکرات از بعد ایران چیه. ایران خب خیلی منطقیه اینکه ایران بخواد زمان برجام به پایان برسه. ایران 9 سال و نیم سال تلاش کرده، تعهداتش رو انجام داده و دلش میخواد سریعتر این 6 ماه تموم بشه و برجام تموم شه و آزاد بشه، کاملا آزاد بشه. ببین ایران الان مثل یک کسیه که به قید ضمانت آزاده، اما از اکتبر 2025 ایران تماما آزاده. خب پس ایران خیلی دلش میخواد شرایط رو مدیریت بکنه و هندل بکنه تا برسه به اون تایمی که اکتبر و 5 ماه مونده و تموم بشه و آزادش قطعی بشه. از طرف دیگه دقت کنین توی مذاکراتی هم که با امریکا داره صورت میگیره، ایران دلش میخواد یک توافق موقت انجام بده. چون توافق موقت 2 تا بود داره، یکی اینکه ماشه رو ما باهاش رد میکنیم، یکی اینکه میتونیم فعلا با توافقات موقت کمی فشارها رو برای خودمون کم بکنیم و امریکا رو مدیریت بکنیم، چون دوره ترامپ یه دوره 4 ساله است و این یه حدود نیم سالش که گذشته، این 3.5 سال برگشت تموم بشه تا ما حالا بعداً اگر لازم بود مذاکرات بزرگتری رو انجام بدیم، حداقل با آدم منطقی تر، با آدم درست‌تر، نه با ترامپ این کار رو انجام بدیم. پس این دید ایران هم بذارید کنار قضیه. حالا این مسئله برجامی رو میذاریمش کنار، میریم یه ذره تو معادلات جهانی، میریم یه ذره مسئله ژئوپلیتیک رو بررسی میکنیم و ببینیم قراره چه اتفاقاتی بیفته، چه اتفاقاتی افتاده، امریکا داره تو چه زمینی بازی میکنه. یه ذره مسئله این چنینه، چون ما برای دونستن این که سرمایه چی میشه، بازار سرمایه کجا میره، همه این اطلاعات رو نیاز داریم که بدونیم. حدود یک هفته 10 روز پیش، حدود یک هفته پیش، ببخشید 10 روز نیست، حدود یک هفته پیش امریکایی که با ایران در حال توافق. اولا یه سری یه نکته بهتون میگم دوستان، توی بحث تحلیل اصلا وارد این بازی‌ها نشید که آقا نمیدونم حرفای دم دستی، حرفای تو صفحه نونوایی، حرفای توی تاکسی، دوچار این خطا نشین. با این خطا، با این اخبار بازی نکنی، اخبار رو خیلی دنبال نکنی، بیشتر پی واقعیت ها باشه. من دارم در مورد واقعیت ها، در مورد فکت ها باهاتون حرف میزنم، چون اخبار میتونه شما رو بازی بده. ببینید طی این یک ماه گذشته من تمام اخباری که دستمون رسیده رو تک به تک بررسی کردم، گوگل کردم، منبع خارجی و بهتون میتونم بگم 80 تا 90% اخبار دروغی که داره میاد دست ما میرسه، یا اخبار تحلیل شده است. دوستان کانال تحلیل کاملا این رو میتونن اذعان کنن و بهش صحه بذارن. خب که ما تو کانال تحلیل تک تک خبرها رو میگیم آقا درستش چیه، منبع درست کجاست، کی گفته، چی گفته و چه جوری گفته. پس خواهش میکنم اولا دنبال اخبار درست باشیم و اخبار رو بدونید که دارن بمبارون میکنن علاوه خبری همه شبکه‌ها از همه سمت و سو، و شما این رو در نظر بگیرید که باید فکت ها رو در نظر بگیرید و بنابر فکت ها برید جلو. امریکا یکی از داستانهایی که داشت، صحبتی که کرده بود، توافق بین روسیه و اوکراین بود. ببینید میخوام بهتون نشون بدم امریکا چه جوری بازی میکنه. امریکا یکی از داستانهایی که داشت توافق بین روسیه و اوکراین بود. اومد با روسیه خیلی دوستانه مذاکره کرد، بعد رفت با اوکراین خیلی بد مذاکره کرد، زلنسکی رو زد، بعد رفتاری کرد با زلنسکی. همه دنیا گفتن آقا امریکا سمت روسیه است، سمت روسیه رو گرفت. به زلنسکی گفت تو بعد به من خسارت بدی، بعد پولامو بهم برگردونی. شرایط کاملا طوری بود که یه گارد مقابل زلنسکی داشت و خیلی با پوتین داداشی بودن، خیلی با هم دیگه گپ و گفت میکردن، خیلی با هم دیگه مذاکره میکردن، با هم دیگه بحث میکردن، تا یهویی خبر اومد که امریکا یک قرارداد استفاده از منابع طبیعی اوکراین رو امضا کرده. حالا این یعنی چی؟
وقتی امریکا استفاده از منابع طبیعی اوکراین رو امضا میکنه، یعنی با اوکراین دیگه مشترک المنافع میشن. میدونید که الان بخش از اوکراین مثل کریمه در دست روسیه است. پس از تاریخ توافق به بعد، یعنی از این چند روز گذشته به بعد، امریکا با اوکراین منافع مشترک داره. یعنی هر چقدر اوکراین منابع بیشتری داشته باشه و خاکش بیشتر باشه و دسترسی به منابع بزرگتری داشته باشه، امریکا دسترسی به منابع بزرگتری داره. حالا این منابع چی هن؟ این منابع 2 عنصر بسیار مهمن که امریکا بابت این 2 عنصر به چین وابسته است: لیتیوم و اورانیوم. خب امریکا طبق قراردادی که بسته و استفاده 50-50 داره به لیتیوم و اورانیوم دسترسی پیدا که بریم یه ذره بریم عقب‌تر. امریکا در سال 2025 طی ماه‌های گذشته 3% رشد منفی اقتصادی داشته. یعنی شرایط اقتصادی امریکا منفی شده. بخشش برمیگرده به بحث اینکه خب تعرفه نداره و نداشتن تعرفه‌ای که ترامپ اومده وضعشون کرده. بخشش هم برمیگرده به همین داستان‌ها. حالا با این داستان ببینید، این تحلیل رو من 1 می گذاشتم توی کانال تحلیل و امروز 13 می، 13 روز گذشته و ببینید چطور نشسته. با این داستان قرارداد امریکا با اوکراین و دسترسیش به لیتیوم و اورانیوم، نیاز امریکا به چین کم میشه. توی مذاکرات با چین دست بالا پیدا میکنه و الان میبینید که بعد از گذشته 11-12 روز از تحلیلی که من اون موقع انجام دادم، چین میاد میشینه سر میز مذاکره، تعرفه‌های امریکا رو کاهش میده. میزانی که چین تعرفه رو کم میکنه، چین تعرفه امریکا رو میکنه 10% و امریکا تعرفه چین رو میکنه 35%. یعنی دست بالای مذاکره میاد، دست بالای مذاکره با چین میگیره، میره توی اوکراین شروع میکنه به سرمایه گذاری کردن. خود این برای امریکا توسعه اقتصادی رو داره و ایندکس دلار رو همین الان اگر نگاه کنی یا شاخص دلار رو از 97.8 میاد روی بالای 100 قرار میگیره و خب این یک اتفاق خوبه برای امریکا که شرایط اقتصادی امریکا رو داره نشون میده. از طرف دیگه امریکا اومده با اوکراینی که با روسیه در حال جنگ منافع مشترک پیدا کرده، بخشی از سرمایه گذاریش تو اینجا میکنه. این سرمایه گذاری کجاش به ما ربط داره؟ اونجایش به ما ربط داره که دسترسی امریکا به منابع اوکراین و سرمایه گذاریش توی اوکراین کمی از اشتهای سرمایه گذاری امریکا توی کشوری مثل ایران کم میکنه. از طرف مقابل روسیه مقابل اوکراینی که داداشی ماست، یعنی روسیه کشوری که با ما قرارداد داره، نظامی، نمیدونم اقتصادی و کلی با هم دیگه داداشیم و کلی با هم دیگه برو بیا داریم، که اتفاقا من توی همون یک می توی تحلیلی که گذاشته بودم اشاره کردم که رفت و آمد به روسیه زیاد خواهد شد که الان هم میبینید این اتفاق داره میفته و حالا با پوتین مذاکراتی صورت میگیره. اینه که این داستان هستش. یه نکته اینجا حواستون رو جمع بکنم، یادتون باشه ایران سال 1000 فکر میکنم 1400 بود اگر اشتباه نکنم، داشت با دنیا سر برجام مذاکره میکرد و نسبتاً به جایی رسید که منی که میگفتم برجام امضا نمیشه دیگه شب اومدم گفتم آقا خبر رسیده دیگه، این دیگه تحلیل نیست، این خبره که آقا برجام داره امضا میشه. دقیقاً همون نقطه روسیه که تا قبلش هم وزیر خارجش میگفتش که مشاور فکر کنم وزیر خارجش بود، نمیدونم سخنگوشون بود، سخنگوی وزارت خارجهشون هم میگفتش که آقا همه چی خوبه، اومد گفتش که نه آقا نیست و زد زیر میز و برجام امضا نشد سال 1400. و دقیقاً الان یک اتفاقی افتاده که دقیقاً ایران دوباره روسیه اومده نزدیک کرد خودشو به ایران، چون رابطش با امریکا یه ذره فاصله گرفت، امریکا رفته سمت اوکراین و این شرایط برای چیز اصلا خوب نیست، برای روسیه اصلا خوب نیست. به همین خاطر قطعا روسیه بر سر ایران گروکشی خواهد کرد. یادتون باشه دسترسی
امریکا به منابع ایران بسیار میتونه جذاب باشه. شاید برای ما مردم جذاب باشه، شاید برای امریکا جذاب باشه، اما برای دو کشور اصلا جذابیت نداره. دو رقیب بزرگ، یکی روسیه که الان اوکراین رو از دست داده و منابع اوکراین رو از دست داده، دوم برای چینی که قرارداد 25 ساله با ما داره، دسترسیش به منابع ما لایتناهی بوده، خیلی راحت میتونسته از منابع ما استفاده بکنه و این دو کشور اصلا دوست ندارن امریکا دسترسی به منابع به ما پیدا کنه. برای همین عوامله که من از نظر ژئوپلیتیکی و از نظر سیاسی دو تا مورد ماشه و بعد از ژئوپلیتیکی این موردی که الان خدمتتون عرض کردم به شما میگم که شانس توافق جامع ایران با امریکا بسیار بسیار پایینه. خب یه نگاهی دیگه به سرفصل رو من بکنم. خب این موارد خدمتتون عرض کردم. خب اینا رو گفتیم. حالا که در رابطه با به اصطلاح توافق ایران امریکا صحبت کردیم، بریم یه نگاهی هم بکنیم به اتفاقاتی که افتاد، داستان‌هایی که وجود داشت. دلاری که شد 106 تومن، بعد دلاری که ریزش پیدا کرد، طلایی که باهاش اومد پایین. در رابطه با طلای جهانی صحبت بکنیم و اتفاقاتی از این دست هم یک کمی گپ و گفت بکنیم و بعد بیایم به اصطلاح موارد دیگری با هم دیگه بررسی بکنیم. در رابطه با توافقات، اولی در مورد توافقات من اینستاگرام یه سری اخبار میاد که آقا یه عده میگن آقا ما از 2 ماه پیش 3 ماه پیش داشتیم توافق میکنیم. من اصلا قبول ندارم. مواضع رو براتون مشخص کردم که اصلا منافع کجاست. منافع اونها آیا تو اینه که با ایران توافق موقت انجام بدن، آیا اجازه غنی‌سازی بدن، آیا ندن. من در مورد این صحبت کردم. البته اینایی که من بهتون میگم اینا فکت های، یعنی تحلیل بر مبنای فکت، بر مبنای حقایق و بنابر داده هاست. حالا امکان داره یه موقع معادلات توی دنیا به هم بخوره، داده ها عوض بشه، یا معادلاتی پشت پرده باشه که من و شما ازش بیخبری، من در موردش نمیتونم صحبت بکنم. اما بیایم صحبت بکنیم. آقا دلار شد 106 تومن. تو دلار 106 تومانی بهتون گفتم نخرید، هیجانیشون کاملا واضحا هیجانی بود. اما از این سمت حالا چه اتفاقی افتاد خیلی کوتاه صحبت کنم، چون لایو قبلی راجع بهش صحبت کردیم. من دلار زیر 106 و 97 92 3 87 و در نهایت 85 پیش بینی کرده بودم بدون اینکه بحث مذاکرات مطرح باشه. مستندش تو کانال تحلیل هست. تاپ 85 دیده بودم، اما 80 81 2 نمیدونم 79 78 اینجا رو ندیده بودم. خب هیجانی هم بود، دیدین شادو زده و هنوز البته زیر 85 و من توقع این عدد 82 3 هم نداشتم واقعیت، یعنی نمیدیدم. حالا خدمتتون عرض بکنم که خب یک موج روانی به وجود اومد. این موج روانی قبلا توی دلار 19000 تومانی دیده بودیم، توی دلار 30000 تومانی دیده بودیم و دیده بودیم که میاد دولت در مواقع دلار رو با اعداد بالا، بانک عواملش هر کسی میاد دلار رو بازارساز، ما بهش میگیم بازارساز، میاد دلار رو با اعداد بالا میفروشه، بعد یه کاهش توی بازار به وجود میاد اون زیر رو شروع میکنه جمع کردن و تو اعداد پایین میخره. همیشه وقتی این اتفاق میفته ما تو بازارهای مالی یه شاخصی داریم به نام شاخص ترس. شاخص ترس باعث میشه که شماها از بازارهای مالی، از یک بازار مالی که توش ترسیدید خارج بشید. این اتفاق خیلی عجیب غریب نیست، در همه دنیا میفته. نمونهش در بیت کوین شاهد بودیم. بیت کوین 100 فکر میکنم مثلا 6,000 دلاری است، 102,000 دلار، بالای 100,000 دلار یهو ریزش میکنه، میاد رو 70,000 خورده دلار، بعد میاد رو 80,000 دلار، پالس میده، میگه آقا من همه اتفاقات داره میفته اما من سر جام وایسادم، ثابتم. البته تحلیل ارز دیجیتال میگم خدمتتون، اما میخوام شاخص ترس رو براتون معنی کنم. اما همه ترسیدن، هیچ کی سراغش نمیره به غیر از اونایی که باید برن، اونایی که در واقع نهنگ های بازارن، اونایی که میدونن چه اتفاقی قراره در بازار بیفته. و
توی اون عدد $80,000 حسابی خرید میکنن و بعد بیت کوین بلند میشه، راه میفته، میاد بالا 90,000 تا، 92,000 تا، 96,000 تا، باز هم هیچ کسی نمیفهمه. یهو بیت کوین که میشه $104,000 یهو همه از خواب بیدار میشن، واو بیت کوین شد 105,000 بدویم بریم بخریم. حالا دقیقاً این بازار رو داغش میکنن، مثلا میرسن تا 112 $118,000، بعد از اونجا یهو پاپ دوباره یه اصلاح میدن. و این بازیه که توی دنیا انجام میشه، اصلا بازی عجیب غریبی نیست. تو ایران هم قشنگ این بازی انجام میشه، دلار رو میبرن تا یه عددی بالا، میترسونن همه رو باردار میکنن، ببخشید، بعد یهو با وحشتناک میریزنش پایین، همه میترسن، هر خبری میاد، هر اتفاقی میفته همه میترسن و بازارساز سعی میکنه این وسط، نهنگ‌ها سعی میکنن دلار رو بخرن، جمع بکنن، پس اندازش بکنن و بعد یهو بامب دوباره میپره بالا. و این اتفاقی که بارها دیدیم. حالا خیلی‌ها میخوام بگن تو خوشحال میشی، تو ناراحت میشی، اصلا بس خوشحالی ناراحت نیست. برید تاریخچه حرکت دلار رو ببینید چه اتفاقی افتاد. حالا این بار برجام امضا میشه، دلار نمیره بالا، قرارداد امضا میشه، توافق میشه، دلار نمیره بالا. برید توافق برجام رو ببینید که بعدش دلار رفت بالا یا نرفت بالا. برید 598 رو ببینید دلار رفت بالا یا نرفت بالا، یا همه اتفاقاتی که همیشه افتاده و داستان‌های از این قسم. پس از بود تاریخی نگاه بکنیم، تحلیلی نگاه، هر جور نگاه بکنیم، فعلا دلار بیشتر با شاخص ترسه که پایینه. مردمی که دلار خریدن، مردمی که طلا خریدن، میترسن که امروز بیان دلار یا طلا دوباره بخرن و الان دارن میرن تو چه بازاری؟ دارن میرن توی بازاری به نام بازار بورس تهران. بازار بورسی که تو سال 99 یه آتش سوزی پول انجام داد، یعنی یک پول سوزی بزرگ انجام داد و تبدیل شد به کوره بزرگ. اما امروز بازار بورس یک منبعی که میتونه پولهای سرگردان رو جمع بکنه، سرمایه رو جمع بکنه به سمت خودش و خب بدم نیست. حالا کی این کوره پول سوزی روشن بشه و کی دوباره من عذرخواهی میکنم بابت قطع شدن وی پی. شاخص ترسش هم دیگه از بین رفته بازار بورس تهران و مردم رو میرن سمت بازار بورس. حالا در مورد توسعه سرمایه گذاریم صحبت خواهم کرد، من فعلا دارم تحلیل رو بهتون میگم. و خب این اتفاقی بود که واسه دلار افتاد. بهتون گفتم چه پیش اومده، نمونه های قبلی که پیش اومده، بعدش چه اتفاق افتاد، این رو من براتون شرح دادم. و برای طلا یه مقدار داستان یه ذره متفاوته. خب به خاطر اینکه یه نکته هم بگم، این بخشی از این داستان حالا دلار و طلا که داره کنترل میشه و مدیریت میشه، خب اولا بانک مرکزی امروز خیلی قوی تر از چند ماه پیشه، چون همین به تازگی شاید میلیون ها دلار خریده با عدد 75 تومن، 76 تومن، 77 تومن، میلیون ها دلار جمع کرده و خب طلایی که بهتون فروخته بوده خودش بالاتر فروخته بوده اومده پایین‌تر خریده، دلاری که بالا فروخته بوده اومده پایین‌تر خریده و فعلا یه مقدار قدرتمند در مدیریت و کنترل بازار. شاخص ترس هم که تو بازار وجود داره و فعلا اتفاقی نمیفته. خب خیلی از منابع احتیاج به دلار دارن که خب تامین میشه دیگه به این شکل. اما من نمیخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم و میخوام بیام راجع به طلا صحبت بکنم. اونجایی که راجع به قدرت گرفتن اقتصاد امریکا و توافقش با اوکراین صحبت کردیم، گفتم دست بالایی رو نسبت به چین پیدا میکنه. بعد از اینکه امریکا دست بالایی رو نسبت به چین پیدا کرد توی مذاکراتش، اومد مذاکره گذاشت با چین و یک تعرفه‌ها رو کاهش دادن هر دو طرف، که البته چین بیشتر کاهش داد و تعرفه‌های چین نسبت به امریکا الان کمتره و خب همین عامل باعث شد که دوباره شاخص دلار افزایش پیدا بکنه. و افزایش شاخص دلار باعث بشه که اونس جهانی کمی مدیریت بشه، اونس جهانی کاهش پیدا بکنه. البته اتفاقات دیگه هم افتاده، از جمله توافق امریکا با حماس. اتفاق بزرگیه. قبلش با حوثی‌ها اعلام کردن که ما توافقی انجام دادیم، الان با حماس اعلام کردن که توافقی انجام میخوان. البته یه مقدار
راجع به این گروه ها میشه صحبت کرد که یه ذره هم ریسکیه هم خطرناکه. فقط میخوام بهتون بگم که خب اینا گروهایی هستن که بحث مالیشون باید تأمین بشه و وقتی بحث مالیشون از طرفهای قبلی تأمین نشه، خب حالا امریکا میاد براشون تأمین میکنه یه حدی و بهشون یه پولی میده سیر بشن بشینن یه گوشه، باشون یه قرارداد میبنده که آروم بشینن یه گوشه و خب این خودش کمی به مذاکرات ما بی ربط نیست، برمیگرده به مذاکرات ما، نه اینکه برگرده به اینکه که ما از مذاکرات میتونیم به توافق برسیم چون با حماس به توافق رسیدن، نه به نظر من اتفاقا یک نقطه مقابل داره. چون ببینید ترامپ یکی از ایرادهایی که به بایدن و به اوباما وارد میکرد این بود که میگفتش که اوباما و بایدن پولهایی رو به ایران دادن که هزینه شده در جاهای دیگه‌ای و خب مخالف بود با پولهایی که برای ایران آزاد شده و به نظر من با تمام تحلیلایی که وجود داره ترامپ خیلی راحت این کار رو انجام نمیده، یعنی خیلی راحت پولی رو برای ایران آزاد نمیکنه دسترسی به ایران، مگر اینکه واقعا یک قرارداد توافقی سفت و سخت همه جانبه خیلی امن ببنده با ایران. بغیر از این من نمیبینم. برای همینه که من میگم توافق خیلی دوره و یه ذره نگاه‌های دوستان و تحلیلگران دیگر ساده انگارانه میبینم. شاید من بدبینم یا شاید من دانش دوستان رو ندارم، دوستان شاید اطلاعاتی دارن که من ندارم. در هر صورت میخوام این نکته رو بهتون بگم که این من یه عدد 1778 مونده رو مخم، کلا تا 1900 رفتیم و برگشتیم. یه ذره بفرستید، یه ذره پخش کنید، یه ذره لایو پرتر بشه، به 2000 تا برسیم دوره هم دیگه. این نکته رو داشتم عرض میکنم. پس این مسئله وجود داره که امریکا اومد توافق کرده، ریسک ژئوپلیتیک رو کاهش داده، با چین به توافق رسیده، ریسک اقتصادی رو کاهش داده و با کاهش ریسک‌های اقتصادی در واقع شاخص دلار رو تقویت کرد. خب ترامپ خیلی دنبال این بود که پاول رئیس فدرال رزرو بیاد که نرخ بهره رو کاهش بده که این کارو پاول گفت من انجام نمیدم و در واقع نرخ بهره هم کاهش پیدا نمیکنه که این باعث میشه شاخص دلار یا ایندکس دلار افزایش پیدا بکنه و همین افزایش ایندکس دلار و شاخص دلار باعث بشه اونایی که خب سرمایه ها یعنی بره بیشتر به سمت اوراق قرضه امریکایی و خلاص این داستانا و طلا اونس جهانی طلا کاهش پیدا بکنه. البته اونس جهانی طلا یه شاخصی داره به نام RSI، خدمت شما عرض بکنم که شاخص قدرت نسبی طلایی که همچنان خودش رو خنثی داره نشون میده و نشون میده طلا اونس جهانی طلا خیلی نوسان بالا یا پایینی نخواهد که فعلا تو یک رنجی خواهد موند. اما میخوام بهتون بگم تمام این شاخص ها نشون داده که اونس و ارزش طلا فعلا به صورت مقطعی در کوتاه مدت میتونه کاهش پیدا بکنه، اما به خاطر ریسک‌های بنیادی و باز هم ریسک ژئوپلیتیک در دنیا این شاخص میتونه در میان مدت افزایش پیدا بکنه، اونس افزایش پیدا بکنه و به اعداد حدود 3600 تا 3700 دلار برسیم توی اونس. اما در مقطع کنونی طلا فعلا فشارهای کاهشی روش زیاده و وقتی فشارهای کاهشی روی طلا زیاد میشه در واقع سرمایه ها از یک بازار امن، ریسک ژئوپلیتیک هم کم میشه، سرمایه ها از یک بازار امن مثل طلا خارج میشن و تمایل پیدا میکنن برن به سمت بازارهای پرسودتر و پر ریسک‌تر. کدوم بازار؟ یکی از این بازارها، حالا بازار بورس‌های جهانی و نمیدونم فلان اینا، یکی از این بازارها بازار ارز دیجیتاله. بازار ارز دیجیتال توی موج پنجم افزایشش قرار داره و میتونه یک موج رو داشته باشه. من فکر میکنم بعد از این موجی که برای ارزهای دیجیتال اتفاق میفته، حالا بهتون میگم تازه این موج تحت تاثیر چه اتفاقاتیه، نسبتاً بازار آلت کوین ها از بازار بیت کوین جدا میشه و قصه متفاوتی رو پیدا میکنن. بیت کوین
داره با طلا رقابت میکنه، یک سرمایه گذاری کمی پرریسک‌تر از طلا اما پرسودتر از طلا و به عنوان اما دیگه خیلی جز سرمایه گذاری پر ریسک حساب نمیشه بیت کوین و در واقع آلت کوین ها میرن جز سرمایه گذاری پر ریسک و بیت کوین میمونه جز سرمایه گذاری نسبتاً امن و این اتفاقیه که برای بیت کوین خواهد افتاد. البته که چون ارزش دلار یعنی شاخص دلار یا ایندکس دلار بالا اومده، خب این افزایش ایندکس دلار و عدم کاهش نرخ بهره باعث میشه آلت کوین ها حتی تو همین موج پنجم نتونن اندازه بیت کوین رشد داشته باشن. پس یک موجی خواهیم داشت افزایش بیت کوین و اتریوم خواهیم داشت. هفته پیش در رابطه با اتریوم دقیقاً روز 7 می گفتم که اتریوم شانس خیلی خوبی داره، استوریش هم گذاشتم اینجا که دوستان بدونن. خب اتریوم 1750 تا 1250 تا هم رفته بود پایین، یه شارژ خوب کرد و 60-70% سود داد و الان رسید به 2500. این روند میتونه ادامه داشته باشه و بیت کوین هم روند بلند مدتش میتونه صعودی باشه اما کمی تنهاتر و بدون داستان چیز. من یه نگاهی بندازم ببینم مطالبی که قرار بوده داشته باشیم با هم دیگه. ایسکای ژئوپلیتیک رو گفتم، منطقه رو گفتم. در تو با دور چهارم مذاکرات یه سری نکات بگم. دور چهارم مذاکرات بعد از کمی تأخیر انجام شد. نوازه امریکا قبلش اعلام شده بود، یه ذره همه منتظر بودیم که بیان یه ذره مذاکره خوب جلو نره، پرچالش بشه، هرچند که خیلی ها گفتن آقا خوب جلو نرفته پرچالشه. اما آقای عراقچی طبق معمول خب رضایتمندانه صحبت کرد راجع به مذاکرات و آقای ویتکاف هم گفت باعث دلگرمی بوده. اما می‌دیم حرف ویتکاف خیلی ارزش خبری و مثل تحلیلی ندارن و وایسیم ببینیم بزرگتراش آقای روبیو و مارک روبیو اگه اشتباه نکنم و ترامپ چی میگن، چه صحبتایی میکنن در رابطه با نشست چهارم و مذاکره چهارم. و هیچ خبری نیست. یه دلیلی هم داره که هیچ خبری نیست. آقای ترامپ اومده توی منطقه خاورمیانه و دوست نداره این روزها حرفایی بزنه که سفرش بهش زهرمار بشه یا اتفاقی براش بیفته. پس به نظر من کمی سکوت خبری توی این روزها طبیعیه. امریکایی‌ها دارن با کشور عربی قرارداد 1 تریلیون دلاری می‌بندن که این قرارداد 1 تریلیون دلاری بسیار بسیار های ریسک، یعنی بسیار بسیار تیغ دولبه است. خب در واقع دارن بهشون تسلیحات و سرمایه گذاری تو بخش تسلیحاتی نظامی میفروشن. این کمی میتونه به ریسک‌های با کشور ما ایران هم برگرده. یه سری اخبار هم داریم که اسرائیلی ها کمی ابراز نارضایتی میکنن از ارتباطشون با امریکا و پیمان هایی که داره میبنده. به نظر من خیلی روی این زمین بازی نکنید، خیلی روی این زمین تحلیل نکنید، به خاطر اینکه فکر میکنم کمی دوستان بازی های عجیب غریب انجام میدن و اگر بخوایم برگردیم به تاریخچه بازی های سیاسی کشورها، واقعیت بعد برگردیم به قراردادی که اروپا و امریکا با لیبی بست، بعد بمبارانی که اتفاق افتاد، حمله‌ای که شد، اتفاقاتی که مذاکراتی که با عراق داشت تو سازمان ملل اتفاق میافتاد و بعد یهو حمله نظامی افتاد. واقعیت این که خیلی نباید به اخبار تن بدیم و یا به طرف مقابلمون بسیار بسیار طرف مکاریه، بسیار حیله‌گرانه. نمونهش رو توی بحث اوکراین براتون مثال زدم که چقدر مقابله زلنسکی بود. با زلنسکی بد بود اما در آخر با زلنسکی که قرارداد بست و هم فشار رو وارد کرد به چین، هم فشار رو وارد کرد به روسیه. ببینید طرف چجوری بازی میکنه و چجوری مورد چینی میکنه، چجوری اومده با حماس مذاکره میکنه. و خب حالا نمیتونم در مورد این داستان خیلی صحبت بکنم چون یه ذره ابعاد سیاسیش میتونم تحلیل بکنم، تحلیلشو دارم، نمیتونم بیان بکنم، بنده رو ببخشید. در رابطه با بیت کوین صحبت کردیم، در رابطه با طلا صحبت کردیم.
میان مدتش و کوتاه مدتش رو گفتم طلا رو که کدوم سمتی میره. یه توضیح خیلی مختصری بدم راجع به برای دوستان که شاید بگن آقا اونس میاد پایین یعنی طلای ایران ارزون میشه. نه، یه اتفاقی میفته. دولت ایران طبق همون پستی که براتون گذاشتم گفتم آقا دولت ایران طبق صحبت حتی آقای همتی که قبلش هم گفته بودیم داره از چین طلا وارد میکنه و دسترسی به منابع طلا داره. دولت ایران میخواد نرخ طلا رو ثابت نگه داره نه نرخ دلار رو. دقت کنی اونس که میاد پایین امروز مانع میشه از ریزش دلار، با اینکه جو بازار روانی خیلی مثبته، مانع میشه از ریزش دلار و دلار رو بالا نگه میداره و به محض اینکه اونس بالا میره میاد رو دلار بازی میکنه و دلار رو بالا پایین میکنه. اونجا هم اصلا دلار رو میگیره. میخوام بهتون بگم که بحث طلا بخش بزرگیش برمیگرده به نرخ دلار، بخش بزرگیش بخش کوچکتریش برمیگرده به اونس جهانی. وقتی ما یه سری صحبت‌ها رو راجع به اونس می‌کنیم میگیم اونس تو این عدد بعد فروخت، تو این عدد بعد خرید، منظورمون نیست که شما روی طلا همچین ریسکایی بکنید. ما صحبتمون اینه که برای کسایی که تو بازار بین‌المللی دارن فعالیت می‌کنن روی اونس کار می‌کنن یا روی ارزهای دیجیتال وابسته به اونس کار می‌کنن و روی اون موضوع صحبت می‌کنیم. در رابطه با طلا صحبت کردم، در رابطه با اون صحبت کردم. من باید در رابطه با 2 تا بازار صحبت بکنم. اما قبل از اینکه راجع به 2 تا بازار صحبت بکنم، یعنی خودرو و ملک، میخوام یک توصیه سرمایه گذاری رو بهتون بگم. بعد میریم راجع به خودرو و ملک صحبت میکنیم و داستانهایی که توی خودرو و ملک وجود داره که به نظر من اصلا بازار سرمایه نیستن، برای همین هم میذارمش خارج از بازار سرمایه. بریم راجع به بازار سرمایه و تحلیل کلیم و جمع‌بندیم صحبت بکنم. تمام اتفاقات رو بهتون گفتم. البته این تحلیل رو قبلا هم گفتم، تو لایو آخرم هم بوده، الان هم باز هم بهتون عرض میکنم. ببینید دوستان، یک روزی به شما میگن، نمیدونم این مثال رو تو لایو زدم یا نزدم، اما این مثال رو میگم، یه روزی به شما میگن که یه بار شیشه جابجا بکنید 100 میلیارد بگیرید، اما اگر پلیس دستگیرتون کنه حکمتون اعدامه، یعنی زندگیتون رو از دست میدید. یه روز دیگه بهتون میگن که یه بار مثلا چه میدونم کفش جابجا بکنید، اما 100 بار باید این کار رو انجام بدین تا 100 میلیارد تومان بگیرید. ریسک در سرمایه مفهومش یعنی این، یعنی شما چه ریسکی میکنید و چه پاداشی میگیرید. شما جونتون رو ریسک میکنید و 100 میلیارد میگیرید، یا یک مسیر رو 100 بار طی میکنید، خب طی 100 هفته طی میکنید و 100 میلیارد میگیرید. ریسک به ریوارد مفهوم ساده و عامیانش اینی که من به شما گفتم. حالا این تصمیم با شماست. روزی که دلار 97-8 تومن بود، من تحلیلم این بود که دلار میتونه تا 85 تومن 87 تومن پایین بیاد. اما وقتی بحث مذاکرات مطرح شد، من توصیه کردم که آقا برید روی طلاتون، حالا اون موقع اونس پایین بود، اونس روی 3000 تا بود، و توصیه کردم که برید روی طلا قرار بگیرید. چرا برید روی طلا یا دلار قرار بگیرید؟ به خاطر اینکه یک طرف داستان ریسک این بود که دلار 20% میریزه که ریخت، و مثلا کمتر از 20% البته، حالا ما میگیم 20% دوستان دل خوش بشن، 20% میریزه و ریخت و 20% دوستان در تومن ضرر کردن، تازه نه در ارزش دلار. 20% دوستان در تومن ضرر کردن. یه زمانی ما میایم صحبت میکنیم راجع به این که خب اوکی پولتو نگه دار، اما اگر مثلا این مذاکرات با اخبار خوب یا هر چیزی تموم نمیشد، ما میرفتیم به سمت دلار 130 و 140 و 150 هزار تومان، شاید اعداد بالا، و سرمایه نابود میشد. خب یعنی یک نابودی سرمایه رو داشتیم. ریسک به ریوارد، مورد اول مثل اون داستانه است، البته ابعاد منفیشا،
مورد دوم مثل اون حمل کامیون شیشه است. یعنی تو مورد دوم تو ریسک میکردی تومن رو نگه میداشتی و یهو کل پولت نابود میشد. تو مورد اول حالا 20% از پولت رو نابود کرد، از بین میرفت. حالا 20% از پول در واقع تازه از بین نمیرفت، چون قدرت خرید تو از لحاظ بین المللی حتی تو بخش تو ایران حفظ شده بود. تو مثلا $100,000 داشتی، خب الان $100,000 داری، تازه $100,000 تو دنیا الان تقویت هم شد، ارزشش هم بالاتر رفت. بعد تازه شما وقتی $100,000 داری میتونی باهاش بازی کنی، مثلا میتونی تو $3,000 طلا بخری، تو $3,500 طلا تو بفروشی و همینجا یه 15% سود بکنی، اون 15% سود تومانی تو تازه 15% سود دلاری بکنی. خیلیتون دنبال درآمد دلاری بودین دیگه، این یه شکلشه. میتونستین اتریوم بخرین توی $1,750 و اتریوم رو بفروشید روی $2,500 و یه سود 50-60% سود دلاری بکنید. سود دلاری یعنی چی؟ یعنی سودی که ریسک نابود شدن ارزش پول شما را نداره. دیدم این روزها بعضی از دوستان میگن ما پولمون رو گذاشتیم تو صندوق‌های درآمد ثابت. خیلی جالبه، دوستانی در مورد صندوق‌های درآمد ثابت صحبت میکنن که قبلا منتقد گذاشتن پول توی بانک بودن و امروز صحبت از صندوق‌های درآمد ثابت میکنن. صندوق‌های درآمد ثابت یعنی اینکه شما حدوداً 30-32% سود بگیرید، اما این ریسک رو در نظر بگیرید. اگر یه اتفاقی افتاد، اگر به هر ترتیبی خدای نکرده زبون املال مذاکرات به جاهای بدش رسید و به جای خوبش نرسید، اگر کشوری مثل اسرائیل دوباره شیطنت کرد یا داستانهایی از این دست اتفاق افتاد، این سود کجا میره؟ این داستان صندوق بورسی چی میشه؟ این درآمد ثابت اصلا ارزشش چی میشه وقتی دلار مثلا 80,000 تومان میشه 160,000 تومان، حالا 30% کجای بازیه؟ برای همینم بهتون میگم توصیه من اینه که نمیگم دلار بخرید که به اقتصاد مملکت لطمه بزنه، اما طلا بخرید. دولت طلا داره، طلا هم میفروشه، طلا بخرید، طلا نگه دارید. طلا 6,500 تومان، 6,500,000 تومان، طلا 6,700,000 تومان، اینا نرخ‌های خوبیه برای طلا. شما اعداد بالاتری رو برای طلا خواهید دید. همونجور که دیدین عدد 8,200,000 رو دیدید، نگران نباشید. خیلی ها میگن آقا ما 7,500,000 فروختیم، در مورد اونها خریدیم صحبت می‌کنیم، در مورد اینکه 8 میلیون تومان خریدن هم صحبت می‌کنن. اما میخوام این نکته رو بهتون بگم که شما دارین در زمین امن ریسک میکنید. حالا اونجا میرید طلاتون رو میفروشید، دلارش میکنید، با دلاری میرین دوباره طلا میخرید، طلا رو یه دو تا جابجایی میکنید، اون سود 10-20% در میاد. اما اگه 70-80% سرمایه‌تون بسوزه، مثل اون دوستانی که مثلا میرن توی بازارهای مالی و اهرم میبندن و 10 و 1000 و 100 و اینا اهرم میان و لیکوید میشن و پولشون کلا نابود میشه. لیکوید میشید، پولتون نابود میشه. و من ترجیح میدم تو این شرایط حداقل تو این زمین ریسک نکنم و تو این زمین بازی نکنم. حالا این انتخاب شماست، شما میتونید ریسک خودتون بردارید. من اینجا فقط تحلیل کردم شرایط رو و توصیه‌امو بهتون گفتم. میتونید برین زنگ بزنید به دوستان، عکس تماساتون هم بذارن یا روی لایو باهاتون صحبت کنم، بگن آقا راضی بودین از مشورت با ما، من نه کیسه‌ای دوختم، نه بهتون میخوام بیاین با من مشورت پولی بکنید. آره مشورت پولی هم دارم، نمیدونم فلان هم دارم، اما نه اومدم آنست صادقانه همه دیتا رو دارم بهتون میدم. حالا حداقل 1600 نفری که الان تو لایو هستن، اونایی که بعداً تو یوتیوب این پست رو میبینن، در زمان ریسک نکنید. ریسکتون پولتون فعلا جای امن باشه. ما 5 ماه 4-5 ماه پر ریسک رو داریم دیگه، 4 ماه داره میشه. 4 ماه پر ریسک رو داریم، 4 ماه پر اتفاق رو داریم. پس به نظر ریسک خطرناک نکنین، پولتون رو در بازارهایی نذارین که پر ریسک باشه. بله شاخص ترس تو بازار بورس این رفته، اما تو بازار دلار وجود داره، اما بعد به زودی شاید این اتفاقات معکوس بشه و بچرخه و باز هم رکب بخورین. پارسال میگفتم اسم سال رو گذاشتم ام رکب، بخاطر میگفتم شما رکب میخورین 10%، 20%، 30%. امسال گفتم که به اصطلاح سال مرگ سرمایه و سال مرگ اسمش رو گذاشتم، چون شما 10-20% نمیبازید، شما کل سرمایه‌تون رو میبازید، شما کل پولتون رو میبازید. و این اتفاقی که برای خیلی امسال خواهد افتاد، فقط برای چه کسانی نخواهد افتاد؟ برای کسایی که حداقل ها رو امسال میدن، برای کسایی که امسال طمع ندارن، برای کسی که دلار نخرید
توی حتی 106,000 تومان که 120,000 تومان بفروش، که خیلی احمق بود اگر همچین کاری میخواست بکنه. اما خب به نظر من این دلار رو نخرید توی 106 تومان که 120 تومان. برای کسی که خرید دلار گفت آقا من 70 تومان خریدم، 50 تومان خریدم، 60 تومان خریدم، 80 تومان، امروزم مثلا 100,000 دلار میتونم خرید کنم و رفت 106 تومان خرید. برای حفظ امنیت سرمایه‌اش خرید. و برای کسی که دلاری که 106 تومان خریده بود رو نیامد توی 75 تومان بفروشه. آره امسال اینها میجهن لنگان خرک خیش از اینجا به جهانند. خب اما اونهایی که امسال میخوان بچه زرنگ باشن، اونهایی که امسال میخوان سود بگیرن، اونهایی که دیروز توی صف دلار بودن بخرن، پرداش تو صف فروش دلار بودن، پس فردا اومدن تو صف بورس وایسادن، اینها اون کسایی هستن که امسال میسوزن. امسال سوختن این سرمایه رو شما خواهید دید. این لایف در یوتیوب نمیدونم هر جایی بتونم یه جوگی یا خیلی دوستان میدونم دارن سیوش میکنن، یه جایی سیو میشه، این حرفا میمونه. اگرم این حرفا اصلا لایو هم نمونه، شما 1700 نفر هستین و شهادت خواهید داد که من امروز چیا گفتم. البته اینا تحلیله، اینا پیش بینی نیست، قطعیت نداره، من رانت ندارم، من فقط مطالعه میکنم، من فقط کتاب میخونم، خبر میخونم، تحلیل میخونم و طبق این دارم با شما صحبت میکنم. پس به نظر من امسال ذهنتون رو از سود کردن دور بکنید و ذهنتون رو بزنید روی حفظ ارزش پولتون. آخر سال میفهمید که چی گفتم. پارسال هم نکاتی رو گفتم، توصیه‌ای کردم. ببینید من یه روزی اومدم در رابطه با کسب و کارها، ببخشید به خاطر اینقدر شد، یه روزی اومدم راجع به کسب و کارها توصیه‌ای کردم، گفتم کسب و کاراتون رو کوچیک بکنید. خیلی ها منو مسخره کردن زمانی که از نمایشگاه اومدم توی پارکینگ و در واقع کسب و کارم رو بزرگ کردم، اما هزینه ها رو سعی کردم کاهش بدم. خیلی ها مسخره کردن. البته هزینه کاهش به نسبت وسعت کار در واقع کاهش پیدا نکرد، هزینه ها ثابت موند، کار بزرگ شد، به نسبت اون بزرگ شدن هزینه خب کم بودی. خیلی مسخره کردن. روزی که من این کار رو کردم ما یه چیزی فکر کنم 10 تا 15 تا نمایشگاه توی خیابون اندرزگوی تهران داشتیم. امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم یکی از اون نمایشگاه شما پیدا نمیکنید تو خیابون اندرزگوی تهران. همه نمایشگاه ها جمع شدن، همه نمایشگاه ها نیستن، نمایندگی تا دلتون بخواد باز شده اما نمایشگاهی نیست. همه اومدن یا تو پارکینگ، بزرگاشون که دوست دارم اسم ببرم، خوشحال نیستم که اما میدونستم اتفاق میفته، بزرگاشون هم اومدن توی پارکینگ و یا اینکه اصلا کلا حذف شدن رفتن. این رو چرا دارم بهتون میگم؟ میخوام بهتون میگم امسال سال پر ریسکیه، امسال سال پر خطریه. اما بریم سراغ بازار خودرو، بازار ملک، دو تا بازار جنجالی. اول راجع به ملک صحبت میکنم با کمی شیطنت، بعد میام راجع به بازار خودرو صحبت میکنم. در رابطه با بازار ملک و خودرو یک نکته رو باز هم تاکید میکنم. بازار ملک و بازار خودرو بازارهای سرمایه‌ای نیستن، بازارهای مصرفی هستند. حالا در موردش صحبت میکنیم چرا بازارهای مصرفی. خیلی کوتاه میخوام صحبت کنم. فقط یه نکته، چند وقت پیشه که از دوستان املاکی به من یه استوری و یه سری مجموعه استوری برای من، نه تمومه یه سلسله استوری برای من گذاشته بود که آقای فرانیش چرا با املاکی ها بدی، چرا این کارو میکنید. ببینید من خصومتی با مشاورین املاک ندارم، اما خصومت همیشه داشتم چه زمانی که خودرویا دروغ میگفتن، چه زمانی که خودرویا بازارشون خراب بود و میومدن استوری های مضحک و مسخره و احمقانه میساختن، چه زمانی که طلایی‌ها بیان این کارا رو بکنن، چه زمانی که من کلا با چیزهای چیپ، زرد و بیکیفیت مخالفم و مشکل دارم. وقتی میبینم که املاکی ها همه شروع کردن متعهد قول به شکل‌های مختلف پست ساختن که آقا نمیدونم بعد از توافق همه بازارها میریزه، درست بگردم اول در مورد توافق صحبت بکنیم. توافق کو؟
کجا توافق حاصل شده؟ ما کلا یه چیزی نزدیک 45 سال با آمریکا داریم مذاکره میکنیم، پنهان و رسمی. خب در این 45 سال خب 2 بار ما تونستیم به توافق برسیم، خب که عمراش هم خیلی طولانی نبوده. خب یک بارش در واقع ما با عراق به توافق رسیدیم و تحت فشار امریکا به این توافق رسیدیم و یک دفعه دیگه شده در برجام ما تونستیم به مدت فکر میکنم 94 تا فکر کنم نزدیک 4 سال با امریکا توی توافق باشیم. در مورد چی صحبت میکنی رفیق من؟ که اگر توافق شود، خب چرا در این صورت اگر نشدن توافق صحبت نمی‌کنی؟ چرا در مورد این صحبت نمی‌کنی که چه اتفاقی افتاده؟ ببینید راجع به وقتی ملک هم داریم صحبت می‌کنیم دوستان، من راجع به ملک 2 بخش داره. ملک یه بخش دلالی و تملیکی داره، ملاکایی هستن که ملک دارن، ملک می‌خرن که ملک رو گرونتر بفروشن. یک بخشی داره صنعت ملک، صنعت ساخت و ساز خیلی صنعت خوبیه، باید توسعه پیدا بکنه. توسعه صنعت ساخت و ساز توسعه اقتصادی میاره، توسعه صنعتی میاره و بیکاری رو کم میکنه. بسیار بسیار صنعت خوبیه و رشد اقتصادی رو بالا میبره. اما من در مورد صنعت ساخت و ساز اصلا صحبت کنم. من در رابطه با ملاکات، املاکی‌ها و در مورد این مشاورین املاک هم یه چیزی بهتون میگم. یک نوع دلالیه که بسیار هم درسته، دلالی خوبیه. من با خود مشاوره املاک از این جزء کاری که من بهش علاقه دارم. خب من با کار بیزنس مشاوره املاک هم مشکل ندارم. من با بیزنس های مشکل پیدا میکنم، با یه بیزنس مشکل پیدا میکنم، چه دکتر باشه، چه وکیل باشه، چه مشاور املاک باشه، چه خودرویی باشه، که بخواد طرف دروغ بگه. وقتی ببینم یک جای پزشکا دارن دروغ میگن و دیتام درست باشه، میرم مقابل اون دروغ وای میستم. وقتی میبینم که خودرویی‌ها دارن دروغ میگن، سریال های کلاهبرداری ساختم و مقابلش وایسادم. وقتی هم میبینم املاکی‌ها دارن دروغ میگن، مقابل این موج وای میستم. ملک افزایش قیمت خواهد داشت، اما به میزان تورم‌های اعلامی. یارو طرف میاد میگه آقا ملک از پارسال تا حالا 30% گرون شده، قربونت برم، دلار 50 تومانی شد 100 تومن، 80 تومن و تو دنبال 30% نرخ تورم. ببین کجا رفته، ببین همین. بعد نقد پذیری یک کالا رو شما در نظر بگیر. شما داری چی در بعدش هم داری قیمت‌های اعلامی بازار رو در نظر بگیر. عزیزم برو سراغ قیمت‌های معاملاتی، برو ببین قیمت‌های معاملاتی کجاست. من این شیوه چیپ و زرد بازاریابی رو که هر سال بیان میگن آقا ملک گرون میشه، ملک منفجر میشه، ملک فلان میشه، من این شیوه رو اصلا نمیپسندم. بازار ملک به نظرم بسیار فعلا بازار پر ریسکیه، به خاطر اینکه بحث توافق ایران عملیاتی نشده. بحث توافق ایران عملیاتی بشه، ملک میتونه به عنوان یک سرمایه گذاری، نه به عنوان یک بازار مصرفی در نظر گرفته بشه و این رو در نظر بگیریم. بانک ها املاکشون رو فروختن، محدود شدن تو فروش. یکی از بزرگترین دلال‌های ملک املاکی‌ها بودن. شما حجم عرضه و تقاضا رو توی بازار لازم نیست آمار رو ببینید، لازم نیست تو هر خیابونی تهران راه برید ببینید چقدر ملک خالی منطقه 22، چقدر ملک خالی منطقه نمیدونم شرق تهران، رودهن و بومهن و اینا چقدر ملک خالی افتاده. و به نظر من راجع به ملک فعلا خیلی هیجانی عمل نکنید. این حرفایی که آی ملک گرون میشه و ملک 200% گرون میشه 300 اینا شروبره، اینا شروبری که بعضی دوستان میگن. با احترام به همه دوستان املاکی که میگم آدم حسابی ان، من مشکلم با اونایی که آدم حسابی نیستن و دروغ دارن میگن. کم نبودن دوستانی که حتی پارسال بهتون متری ملک میفروختن. اصلا پروژهشون کجاست، پروژه چی شد، کی سود کرد، کی زیان کرد، کجا. ببین حواستون نیست کی بهتون چی میگه، فقط میدوید میرین دنبال حرفی که بهتون زده میشه. در رابطه با ملک و در رابطه با خودرو اگر بخوام بحث رو ببندم، خودرو هم یک بازاره، یک بازار مصرفیه. سود خودرو این روزها برای شمایی که خودرو میخرید، ثبت نام میکنید، دپو میکنید، یا داستان از این قصه نیست. همونجور که زمان واردات خودرو منتقد این قضیه بودم و بعضی نمیفهمیدن چی میگفتم، همچنان که نمیفهمن چی میگم. بازار خودرو به نظر من بازاریه که سودش برای وارد کننده است،
رانتش برای وارد کننده هاست و وارد کننده ها دارن سود میبرن. همین الان شرکت اومدن افزایش قیمت اعلام کردن و این افزایش قیمت رو اجبار دارن میکنن، با اینکه 80% پولشون رو، بیش از 80% پولشون رو گرفتن، اما اومدن به دلایل مختلف دارن افزایش قیمت اعمال میکنن. و خب از طرف دیگه مشتری ها دارن الان ماشیناشون میگیرن میان تو بازار و خریداری ندارن، چون عرضه زیاده، عرضه بسیار بالاست توی خب بازار خودرو و همین عرضه بالا باعث میشه که خودرو مکان خوب و امنی برای سرمایه گذاری میشه. بگذاریم از شرکت ها و کمپانیایی که دارن خلف وعده میکنن، ماشیناشون رو هر روز گرون میکنن و اتفاقاتی از این دست رو رقم میزنن که اونها هم جای خودشونه. پس برای سرمایه گذاری روی دو بازار خودرو و ملک اصلا فکر نکنید، چون این دو بازار اولا ریسک ژئوپلیتیکی دارن و هر اتفاقی اگر بیفته توی منطقه این با دو تا بازار بسیار نابود میشن. پس فعلا روی این دو تا بازار اصلا حساب نکنید، دنبال بازارهایی باشید که امنیت پولتون رو حفظ بکنه، دنبال سود نباشید و دنبال این باشید که امسال رو به سلامت بگذرونید، حداقل این 6 ماه رو به سلامت بگذرونید و ارزش پولتون کم نشده باشه. در حد چند ثانیه کامنت ها رو باز میکنم، ببینیم با دوستان در چه حالیم. و حسین حالیان ناظرم تو لایو بوده و بعد از حضورتون مرخص میشم. اگه سوالی دارید بپرسید، من یه نگاهی به سوالها بکنم. خب آره از وی پی ان داغونه، نت داغونه، ملک صحبت کردیم، ارز دیجیتال صحبت کردیم، بیت کوین تاثیر جنگ هند و پاکستان خیلی روی بازارهای جهانی زیاد نیست. خب بزنیم دوستان که تو لایوان بازار ماشین چه میشود هم که گفتیم. ببینید زمان خرید مثلا توی کاهش ها خریدتون انجام بدید و خریدتون رو پلکانی انجام بدید. برای ورود به بازار کریپتو یادتون باشه بازار کریپتو حتی بیت کوین خریدن هم ریسک بالایی داره، پس بخشی از سرمایه‌تون رو که خیلی ریسکی نیست و میتونین تحمل بکنین. ببین امروز مثلا من یه بحث داشتم، یه دوستی پیام داده بود که آقا من برای گذران زندگیم دچار مشکلم و همه پولمو سرمایه گذاری کردم. خب این اشتباهه دوستان، منطقی سرمایه گذاری کنین. پول مازاد باید سرمایه گذاری، نه پولی که دارین باش بیزنس میکنین. دوستان میگن لایو خیلی قطع شده، حالا نمیدونم نتتون مشکلی داشته یا نت من مشکل داشته. من لایو رو سعی میکنم تو یوتیوب سیو بکنم. یعنی چیش رو توی لایو توضیح دادم که چرا بیت کوین و آلت کوین جدا میشه. بیت کوین خودش رو داره به عنوان یک سرمایه گذاری امن جا میندازه و دیگه اون بازارها مثل بیت کوین نخواهم بود. مثلا دیدین که وقتی بازارها ریخت بیت کوین 10% میزه، اونا 50%. دوستی گفته که پولش رو برده توی بیزنس خودش. به نظر من بخشی از پولتون رو تو سرمایه گذاری امن نگه دارید. سرمایه گذاری شخصی که اینجا نمیتونم بهتون پیشنهاد بدم و نت ما خراب بوده. خب بله، حالا سعی میکنم تو یوتیوب این موضوع رو چیز بکنم، به قول معروف گفتنی سیوش بکنم تو یوتیوب ببینید. براتون شب خیلی خوبی آرزو دارم، امیدوارم بهترین اتفاق. یه نکته راجع به دوستانی که طلای 8300 و 7500 و اینا خریدن، این نکته رو بهتون بگم که سعی بکنید که صبور باشید. شما سرمایه گذاری کردین، از سرمایه گذاریتون 1 ماه گذشته
و به نظر من حداقل 6 ماه یک سرمایه گذاری باشید، بعدا در موردش تصمیم بگیرید. یه دوستی هم گفته شنیدن که بنز داره میاد تو ایران. عزیزم میگه تویوتا و هیوندای اینا اومدن تو ایران که بنز داره میاد تو ایران. یه ذره حرفای ساده لوحانه، حرفای پیش دستی، حرفای از این جنس نزنیم و یه ذره عاقل‌تر باشیم. یه سری خودروی بنز حالا نمیدونم از تهموندهای انبار چین برای جانبازا دارن میارن رو اسمشو نذاریم اومدن بنز تو ایران. یه ذره فهمیده تر بهتره، برای خودتون بهتره. دمتون گرم، شب خیلی خوبی براتون آرزو دارم. انرژی زیادی هم رفت 1 ساعت و نیم لایوم. اگر خطایی تو حرفام بوده، یه جای امکان داره به خاطر خستگی، به خاطر خدمتتون عرض بکنم که حرف زدن امکان داره یه دیتاهای بالا پایین شده باشه، یه جای تومنو گفته باشم، میلیون گفته، اینا رو دیگه ببخشید دیگه. گفتم کجا سرمایه گذاری کنید. وقتی میگم بازار امن دیگه باید بدونید بازار. خواهش میکنم دانش اقتصادیتون رو برای خودتون بالا ببرید. نقره جز سرمایه گذاری پر ریسکه، مثل ارزهای دیجیتالی. بیشتر از 10% از سرمایه رو من رو نقره خیلی توصیه نمیکنم. موج جدید تورمی هم دور نیست. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. شبتون بخیر.